الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، برادران عزیز، خداوند را شکرانه میکنیم که من و شما را با تن صحت، با نماز و روزه الهی دوباره در خانه خودش مهمان کرد. توفیق بر مسجد آمدن را برای من و شما داد و مهیا کرد که من و شما در خانه خودش بار دیگر جمع شدیم در شب چهارم ماه مبارک رمضان. بنابراین برادران عزیز، طبق وعده و گفتاری که گفته بودیم و از سال گذشته هم که ما هر سوره‌ای که قاریا میخوانند درباره اون سوره یک کمتری صحبت میکنیم، معنای اون سوره را کوشش میکنیم بفهمیم. بعضی از مسائل و ارکان احکام الهی که در اون سوره صحبت میشود از اون ما و شما صحبتی داشته باشیم. و بعضی از برادرها بعضی سوالهای رمضانی دارند که چه چیزها روزه را میشکند، چه چیزها باعث فساد شدن روزه میشود. الکی روز سوم چهارم رمضان است. بعضی برادران را میبینی که روزه‌دار هم هستن، اما همه اخلاقی که در حالت بیروزگی داشتن امور هم دارن. اولی هم سخنهای زیشت، اولی هم رفتار و کرداری که نامطلوب است، اون چیز را دارن. برادران عزیز، ما چند در صحبت اولی در فضائل قرآن درباره چگونه معامله کردن با این کلام الله مجید هست و در ماه مبارک رمضان از روایت عبدالله ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کردیم که رمضان به ختم قرآن نباشد. و البته اگر ما و شما دنبال هر سوره از قرآن صحبت کنیم، برای من و شما ساعتها لازم است که ما این صحبت را داشته باشیم. مثلا یک سوره فاتحه این از 17 تا 21 نام دارد. حضرت سعید ابن معلا میگوید که در صحیح البخاری این حدیث هست، میگه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یک روز ما را در مسجد دید، گفت که الا اعلمنک سوره هی اعظم سور فی القرآن، آیا من تو را بزرگترین سوره را یاد نتم که اون بزرگترین سوره قرآن هست؟ میگه بعدا از دستم گرفت، و هنگامی که از مسجد بیرون میشید میگه من گفتم ای رسول اکرم تو مرا نگفته بودی که من بزرگترین سوره قرآن تو را یاد میتم؟ میگه اون همین سوره قرآنی که الحمدلله رب العالمین ما و شما میخونیم. گفت که و هی سوره هی اعظم سوره فی القرآن، که اون سوره هست که بزرگترین سوره قرآن است. و هی ام القرآن و سبع مثانی، یا در دیگر و هی الحمدلله رب العالمین، یعنی اون همین سوره الحمدلله رب العالمین است. در روایت ترمذی هم میگه ما انزل الله فی التوراة ولا فی الانجیل مثل ام القرآن و هی الحمدلله رب العالمین، یعنی نه در تورات نه در انجیل مثل سوره فاتحه سوره نازل نشده است. ایرا میگن فاتحه الکتاب، یعنی قرآن با همین ابتدا می شود. ایرا میگن سوره الصلات، در هر رکعت نماز خوانده می شود. ایرا قرآن الهیده میگه که ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ای محمد صلی الله علیه و سلم ما 7 آیت تو را دادیم، یعنی سوره فاتحه و القرآن العظیم میگه و ما تو را قرآن بزرگ دادیم. اگر خداوند میگه ما تو را قرآن بزرگ دادیم، سوره فاتحه هم در درون همین بود، لیکن الهیده این را ذکر میکند که دلالت بر عظمت و جلال و قدرت این سوره فاتحه میکند. این از سوره شفا میگه، ام القرآن میگه. تمام مسائل قرآن در همین سوره فاتحه بحث میشه. برای همین اگر ما بخواهیم که مفهوم و معانی سوره فاتحه را صحبت کنیم، یک شب، 2 شب، 3 شب کفایه نمیکنه. بعضی انسان ها فقط سوره فاتحه را 7 جلد کتاب نوشتگی هست. در این چیزهای خفتگی هست، چیزهای خفتگی هست. مثلا شما ابتدا میخونید که الحمدلله رب العالمین، حمد، ثنا، شکر خداوند را که او رب العالمین است. ولی همین یک کلمه را اگر ما دنبال بکنیم، اگر برادرانی که با این کلام الله مجید آشنایی دارند، میگه الحمدلله رب العالمین
حمد از برای الله که او پروردگار عالمیان است. آخر قرآن برین قل اعوذ برب الناس، پروردگار مردم. در قرآن میگه رب المشارق والمغارب، خدای مشرق و مغرب. رب السماوات والارض، خدای آسمان و زمین. رب کل شیء، پروردگار هر چیز. لیکن در پورا قرآن رب المؤمنین رب المسلمین نیست، به خاطر اینکه او رب العالمین است. او رب الناس است، پروردگار مردم است. او رب السماوات والارض است. او رب المشارق والمغارب است. او رب کل شیء است. یعنی هر انسان در عالم هست، این نشانه قدرت آفریدگار الهی است. این نیست که ما بگیم ما فقط مسلمانیم، دیگرها با قابل زندگی در این زمین ندارند. این پروردگار همه عالمیان است. برای همون برادران عزیز، برای این که ما اگر سوره فاتحه را درک کنیم، در این سوره تدبر و تأمل کنیم. علما میگه کسی 7 بار سوره الحمد میخواند، 1 بار آیت الکرسی میخواند، 4 قل را میخواند، قل یا قل هو الله، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس را میخواند، 1 رقیه کامل است. ولی مردک گوده کسل میشود، وهم دارد، ترس دارد، زیان دارد، داملا کوفته میگردد. اگر خودش سوره فاتحه را میداند، آیت الکرسی را میداند، 4 قل را میداند، خودش رقیه میخواند فرزند خودش. و همون داملاهای قاریایی که دعا میخونن همین کلام الله مجید میخونن. در این شفا است. خودت با اخلاص بخون، دعا بکن، الله تعالی تو را وسیله میکنه، شفا میشه. برای همین در این سوره بسیار چیزها هست که ما برادران سوره الکی آل عمران در گذشتگی هستن قاریا، ما با این اگر مضمون و مفهوم هر جمله پردازیم دایره اون میکنیم. سال گذشته ما نرساندیم قرآن. سوره بعدی گفتیم سوره بقره هست، معنای بقره همون گاو هست. بعضی ها چون که مفهوم مضمومی این سوره ها نامگذاریشون به واسطه جبرائیل توقیفی هست. یعنی جبرائیل میاد میگه نام همین سوره امین میشه، یا فلان جا بسم الله گذاشته میشه. اینا همه یعنی یک برنامه هستند. محمد صلی الله علیه و سلم از پیش خودش نامگذاری نمیکنه سوره ها را. حالا که همین سوره بقره از سوره های مدنی هست، 286 آیت دارد، 40 رکوع دارد، 40 احکام دینی در این بحث میشه. مثلا در این آفریدن انسان هست، در این قصه طالوت و جالوت هست، در این نکاح هست، در این طلاق هست، در این ربا هست، در این قرض هست. دیگر مسائلی که در باب توحید و در باب مسائل مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام و چگونه یعنی با زنده گشتن بعد از مردن امام بیارد، همه این مسائل بحث میشن. اما تسمیت الکل به اسم الجزء، یعنی با یک قصه از این سوره نامگذاری میشود. این علما میگن تسمیت الکل یعنی نامگذاری کردن کل سوره به اسم الجزء، به نام یک قصه از اون سوره. و اما این نامگذاری ها با واسطه جبرائیل علیه السلام صورت میگیرد. هیچ وقت از پیش خود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اینها را نمیگذارد که نامی همین سوره همین باشد. به هر حال نگاه کنین که سوره بقره و سوره آل عمران پیامبر صلی الله علیه و سلم زهراوین میگه اینا را. زهراوین یعنی سوره بقره و سوره آل عمران، اگر پیامبر خدا میگه کسی این دو سوره را تلاوت میکند، روز قیامت که بسیار روز سنگین است، 50,000 سال مردم در حساب کتاب میستن، آفتاب میگه پایین میخنبد، در اون روز، در اون گرما، در اون روزی که هیچ جای سایه ندارد، میگه کأنهما غمامتان او غیایتان، یعنی این دو سوره به مانند دو ابر بالای سر همون انسانی که اینا را تلاوت کرده میگیرد. یا در دیگر حدیث پیامبر خدا میگه لا تجعلوا بیوتکم مقابر، خانهاتون قبرستان درست نکنین. میگه بیت، خانه ای که تقرأ فیه سوره البقره، اون خانه ای که در اون خانه سوره بقره خوانده میشود، شیطان ینفر، شیطان از اینجا چی میکند؟ فرار میکند، میگریزد. یعنی مردی که بخواهد که خانه او هلچه جین عجینه نباشد، در اونجا چیزهای ضرر رسان برای انسان نباشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم معلم دین من و شما میگوید که سوره بقره را در اون خانه بخونید. این الشیطان ینفر، شیطان فرار میکند من بیت الذی تقرأ فیه سوره البقره
از اون خانه که در اون خانه سوره بقره خوانده بشه. کوشش میکنیم که اون سوره که قاریا دنبال میکند ما معنای اون را و اون در کجا نازل شده است. سوره بقره که سوره مدنی هست و درباره اون صحبت میکنیم و چند احکام در اون سوره را انشاءالله برای شما گفته میگذاریم. خداوند از من و شما قبول کند. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین.